ما خاتمه خود را خوب بسازیم. از خدا بخوایم که خدایا ما که کاری نکردیم در ابتدا، در وسط، حالا رسیدیم به آخرین روز و آخرین جمعه رمضان، الها ما را دریاب. خدا خوش میشه. ما از خود چیزی نداریم، ما روح مقدس رسول الله را به درگاه خدا شفیع بیاریم. ما خدا را به آبروی رسول الله قسم بدهیم، همان گونه که خود خدا قسم میخورد لعمرک انهم فی سکرتهم یعمهون. قسم به حیات و عمر تو ای رسول خدا، قسم به حیات و زندگی. لذا به آبروی رسول خدا صلوات الله علیه از خدا بخوای. راه این رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن، الله این گونه میفرماید یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. تا زمانی که تو امید داری و مرا، خدا میگوید، خدا به بنده میگوید که ای بنده، تا زمانی که امید داری که من تو را میآمرزم میبخشم، میبخشمت. یعنی وقتی در دلت این آرزو و امید هست که من خدای بخشنده دارم، الله میفرماید عرضه کن من میبخشم. عنان السماء بلغ عنان السماء. اگرچه گناهت به اندازه ابر آسمان هم باشد خجالت نکش، لذا الله میگوید من میبخشم. روز توبه و بازگشت به سوی خداست. چطور توبه کنیم؟ فقط استغفار کنیم؟ علما نوشته کردن که 6 شرط داره برگشتن به سوی خدا. 1 رد الحقوق الى اصحابها و التحلل منهم. کسی را غیبت کردی، فحش گفتی، بد گفتی، حالا بالاخره با او رابطت خراب بود، رفته از او معافی بخواه. در این آخرین روزها بگو ببخش مرا ببخش تا خدایم مرا ببخشد. اگر مالش را خوردی، خدای نخواسته خطا کردی، واپس بده، معافی بخواه. این یک شرط توبه این در این آخرین روز رمضان مبارک. 2 الاقلاع عن الذنب. دست از گناه بکش، بگو خدایا در این آخرین جمعه رمضان بس دفتر گناه را بستم، خدایا تو توفیق بده من دیگه این گناه را، این اعتیاد را، این بیماری که من معتادش شدم، این پلشتی، زشتی، پستی، زبونی که من معتادش شدم، خدایا من دیگه انجام نمیدم. 3 الندم علی ما کان منه. بر گذشته خودت هم ابراز پشیمانی کن. رسول الله فرمودن الندم توبه. حدیث ابن ماجه قزوینی است. الندم توبه. همین که پشیمان شدی خودش توبه است. بگو خدایا من پشیمانم از کاری که انجام دادم. العزم علی عدم العوده. دیگه تصمیم جدی بگیر که خدایا دوباره بر نمیگردم، بر گناهی که انجام دادم دوباره بر نمیگردم. این شرایط است که الله توبه بنده را قبول میکنه. به امید آن روز که پروردگار عالم توفیق توبه بر ما نصیب بفرماید. از عادات و عنعنات و رسم و رسومی که در گذشته داشتیم مطابق شریعت نبود، در این آخرین جمعه دست بکشیم بگوییم خدایا من از رسم و عنعنات و رسوم و عادات گذشته توبه کردم، خودم، فامیلم، در جامعه، و به سوی تو برگشتیم. خدای ما را قبول کن.